سلام، فاطمه پناهی هستم. به کارگاه خیاطی من خیلی خوش آمدید. توی این ویدیو قراره با هم این مدل پالتو زیبا رو الگو سازیش رو یاد بگیریم. بچه ها الگوی پایتون باید الگوی بدون پنس باشه یا الگوی رگالی شده باشه. کار رو الگوش رو اوکی میکنید مناسب برای اندام خودتون. آزادی هم به کار میدید دیگه. بعد از اینکه این کارهایی که خدمتتون عرض کردم رو انجام دادین شروع میکنین. از قسمت یقه 1 سانت آزاد میکنیم، هم در پشت هم در جلو. پشت رو به این قسمت وصل میکنم و جلو رو به اندازه و میزانی که برای بازی یقه در نظر گرفتین، یا خط سینه یا پایین تر یا بالاتر، بسته به میل خودتونه. من الان خط سینه رو در نظر میگیرم و بازی یقه رو برای کارم به این شکل میکشم. ببینید دوستان، این خط شکست رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنم چون نیاز دارم. توجه کن عزیز دلم، من میام این خط سینه رو به 3 قسمت تقسیم میکنم، خط کمر رو هم به 3 قسمت تقسیم میکنم. یه چیزی میخواستم بهتون بگم، اگر توی قسمت کمر کمی حالت مثلا شما سعی کردی کمی حالت اندامی داشته باشه، پنسی چیزی هست، همه رو حذف کنید. نگاه کنید یه خط صاف از بالا تا پایین بکشید. میتونید توی قسمت پایین 2-3 سانت فون بدین. همین دیگه، کاری نیاز نیست بکنید. خط کمر رو هم به 3 قسمت تقسیم میکنم. بلندی کتم رو هم میتونید بین 70 تا 75 در نظر بگیرید دیگه، به میل خودتون. از لبه کار 3 سانت داخل میشم به این شکل، یه چیزی هولوش 3 سانت هم بالا میرم به این شکل. حالا این طراحی رو باید من انجام بدم خیلی راحت به وسیله پیستوله یا به وسیله طراحی با دست. خیلی راحت شما باید بتونید این کار و این برش رو طراحی کنید به این شکل. کار رو من برای کارم برشش رو طراحی کردم. توی این مرحله باز برش داره، ولی این برشش خیلی جذابه چون جیب رو هم درگیر میکنه. یعنی همزمان یه برش میدی توی پالتوت که جیب هم شامل میشه. دقت کنید از خط کمر به اندازه 12 تا 14 سانت پایین میاین و اون رو به از این نقطه بچه های کمر هم 3 سانت شما پایین بیاین و این رو میتونید کمی هلال، چون اصلا زاویه تیزی توی این کار وجود نداره، به این شکل وصلش کنید. روی پشتم همینو علامت بزن دخترم. از وسط سرشونه شما شروع کن یه طرح بزن. حتی اگه نمیدونی چی کار کنی میتونی این خطا رو دوباره 1/3 کنی. درست شد؟ این خطا رو 1/3 کن و به این 1/3 اول به این شکل خطت رو طراحی کن و از اینجا چون در قسمت پشت هم کار برش دار هست به این شکل طراحی کنید. یعنی از پهلو درز دوخته میشه، این به این شکل یک برش روی پالتو شما میبینید. کار از پشت روی دولای باز میتونید بگذارید و اینجا رو چاک بدید، خیلی جذاب میشه. این میزان چاک رو هم با توجه به بلندی لباستون اینجا براش در نظر بگیرید. خب ما برش ها رو برای قسمت در واقع روی زدیم. اجازه بدین که من این تیکه رو با یه تیکه دیگه الگو به شما قشنگ نشون بدم. خب این میشه تکه 1، این میشه تکه 2 به صورت کامل. شما از تکه 1 بار دولای باز نیاز دارید، از تکه 2 هم به همین صورت. اما باید کاغذ پوستی بذارین روی این تکه که قسمت 3 بشه. تکه 2 رو به صورت کامل، پس شما یه دونه کامل نیاز دارید. حالا از اینجوری بنویسم شاید بهتر باشه. تکه 2 که در واقع تکه 3 مد نظرمون هست، یه دونه باید روی کاغذ پوستی کپی کنید به این شکل.
در واقع شما اگه بخوام دقیق تر بگم 2 تا نیاز دارین. حالا بهتون میگم چون میخوام نحوه دوختشم توضیح بدم خدمتون. نگاه کنید این یک، این دو. چرا 2 تا زدم؟ چون یه دونش روی پارچه اصلی، یه دونش روی آستری. خب این رویه میشه. اینجا آستر رو بهش میدوزید، برمیگردونید میره پشت کار. این فضای دهانه جیبم میشه. درست شد؟ بعد میای چیکار میکنی؟ میای این رو مابین اینجا تمیزدوزیش انجام میشه، این مابین این درز دوخته میشه و درز پهلو. همزمان شما کیسه جیب و جیب رو توی این برش طراحی کرد. اگه قد کار خیلی بلنده و حالا این تیکه در واقع خیلی پایین میفته، شما میتونید یه درز دوختی بین کیسه و قسمت زیری دوخت کنی که وسایل توی هم قسمت بالا قرار بگیره و تا آخر نره. این برای جیب که توضیحاتشون خدمتتون دادم. برای پشت هم دوباره راستگیری رو مشخص میکنید. این میشه تکه 1، تکه 2 برای قسمت پشت به این شکل. اما آستین رو که کشیدیم، میایم از خط وسط آستین یه چیزی حدود مثلا 16 تا 20 سانت بالا میرین علامت میزن. یه چیزی هول و هوش 4 سانت تا 5 سانت پایین میاین. از این علامتی که زدین 4-5 سانت پایین میاین و یک خط میکشین. حالا من اینو خیلی ملایم هلال میکنم یا حالا تیز یا هر جور که شما دوست دارین به گوشه های آستین. خب من این رو به این شکل هلال کردم. از اینجا به اندازه پهنای نمایش روی آستینم یه چیزی هلوش 7 سانت پایین میام. از اینجا 3 سانت داخل میشم و به این شکل هلال میکنم. بعدم اینجا دکمه بزنید. این رو هم 2 بار کپی میکنید مثل اینی که روی قشنگ کاغذ پوستی کپی کردم. اینو دولا از رنگ مثلا مشکی کار شده توی این دوخت میکنی، لبش تمیز دوزی میکنی، خواستی نوار میدوزی، بعد مابین این 2 تا درز دوختش میکنی. تموم شد. آستینم به همین راحتی. امیدوارم دوخت کنید، لذت ببرید. سجاف کار خانم پناهی چشم. سجاف کار میشه از اینجا 7 سانت داخل، از اینجا 7 سانت داخل و کار رو به این شکل میشه سجاف جلو. اینجا هم 7 سانت، اینجا هم میتونی 7 تا 10 سانت باشه، سجاف پشت باشه. به همین راحتی. موفق و پیروز باشید.